سیمون دوبوار، فیلسوف، نویسنده، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی، به تاریخ 9 ژوئیه 1908 در پاریس در خانواده بورژوای کاتولیک به دنیا آمد. سیمون پدری بی‌مذهب و مادری کاملا مذهبی داشت و این دوگانگی او را به جایی رساند که روزی در 14 سالگی به خود گفت: من دیگر به خدا اعتقادی ندارم و دیگر هم نداشت. از سال 1925 تحصیلات دانشگاهی را نخست در رشته ریاضیات و سپس در رشته فلسفه شروع کرد. او بلافاصله پس از فارغ التحصیلی تصمیم گرفت مدرس فلسفه شود و در آزمونی که به این منظور شرکت کرده بود با ژان پل سارتر آشنا شد. در آن آزمون سارتر رتبه اول و بوار رتبه دوم را کسب کرد. با این وجود سیمون دوبوار صاحب عنوان جوانترین پذیرفته شده این آزمون تا آن زمان شد. پس از آن سیمون دوبوار در زمره گروه فلسفی سارتر و دوستانش قرار گرفت و دوست نزدیک سارتر به شمار آمد. در این رابطه سیمون دوبوار از سارتر تأثیر می‌گیرد و بر سارتر تأثیر می‌گذارد. سارتر در الحادش بر سیمون و سایر دوستانش پیش قدم و از همه ملحدتر بود. سارتر که پدرش کاتولیک و مادرش پروتستان بود، در 12 سالگی از آنها جدا شد. وی میگوید: از آنجا که هم پروتستان و هم کاتولیک بودم، وابستگی مذهبی دوگانه‌ام مرا از اعتقاد به مقدسان، مریم باکره و بالاخره خود خدا بیزار کرد. خدا از آسمان لغزید و ناپدید شد. دیگر هیچگاه کمترین انگیزه‌ای برای برگرداندنش به زندگی نداشتم. سیمون که از ارتداد سارتر و دوستانش کمی یکه خورده بود میگوید: آنها بسیار عمیق‌تر از من درباره عدم وجود خدا کاوش کرده بودند. در سال 1931 سارتر به سیمون دوبوار پیشنهاد ازدواج داد، اما سیمون که امر ازدواج در جهانبینی مخصوص به خودش امری تعریف نشده و نامبارک بود، تقاضای او را رد کرد. در هر حال نزدیکی این دو به حدی بود که تنها انزجار سیمون از عنوان ازدواج آن را از زندگی مشترک متفاوت می ساخت. شهرت سیمون دوبوار بیش از هر چیز به خاطر تألیف کتاب جنس دوم بود. کتاب جنس دوم در ژوئن 1949 منتشر شد و با تبلیغات گسترده رسانه‌های صهیونیستی 2000 نسخه از آن در هفته اول به فروش رفت. او در این کتاب خواستار کنار نهادن اسطوره جنس لطیف ابدی می شود. جنس دوم مهمترین اثر فمینیستی، مخصوصاً مرحله دوم فمینیسم، یعنی فمینیسم رادیکال می باشد. در واقع بسیاری آن را انجیل فمینیست های موج دوم می نامند. پیام اصلی کتاب جمله است که شاید معروف ترین شعار در جنبش فمینیستی باشد: انسان زن به دنیا نمی آید، زن می شود. به این معنا که زن به عنوان موجودی انسانی نمی تواند سرشتی خاص داشته باشد، اما جامعه و تاریخ مردنگار و فرهنگ مرد سالار تمام توانایی‌های زن را از او می‌گیرد و از او موجودی تابع و وابسته می‌سازد. در جای دیگری از کتاب می‌خوانیم: احتیاط انسان را محکوم به آن می‌کند که معمولی باشد. برای انجام کارهای بزرگ چیزی که زن امروزی فاقد آن است همان فراموش کردن خود است. طبقه از زنان هستند که این نظریات، یعنی فراموش کردن خود، در موردشان صدق نمی کند، زیرا حرفه آنها نه تنها به اثبات زنانگیشان لطمه‌ای وارد نمی کند، بلکه آن را تقویت هم می کند. هنرپیشه ها، رقاصه ها، آوازخوان ها، آنها مدت 3 قرن است که تقریباً یگانه زنهایی بودند که در دل اجتماع از استقلالی واقعی بهره‌مند بودند و اکنون نیز مقام ممتازی دارند. آزادترین زنان یونان باستان نه زنهای خانه‌دار بودند و نه فاحشه‌های سطح پایین،
بلکه روسپیان متشخص بودند. در جای دیگر سیمون دوبوار با بیشرمی تمام میگوید آزادی زن از رحم او شروع می شود. کتاب جنس دوم به نقد ساختارهای اجتماعی می پردازد و از مفاهیمی مانند تعهد به زندگی زناشویی و یا فداکاری در راه خانواده تقدس زدایی می کند. به اعتقاد سیمون دوبوار تبلیغات اخلاقی درباره تازگی و لطف ازدواج و لذت مادر شدن اغراق کرده است. وی معتقد است زن شوهردار که همه روزه تحقیر می شود و مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرد دیگر نمی تواند جاذبه جنسی خود را حفظ کند. دوبوار بر این باور است که با وجود ساختارهای فرهنگی موجود همچون ازدواج، مادری و روابط زن و مرد، زنان بختی برای آزادی یا برابری ندارند. طبیعی بود که روند نشر چنین تفکراتی به مذاق مردان هوسباز و صاحبان شرکت و تولید خوش بیاید، زیرا با مزد و حقوق کم هم نیروی کار ارزان رو چنگ آوردند و هم به مطامع شهوانی و جنسی خود به راحتی رسیدند. سیمون دوبوار در سال 1971 در کنار هزاران فرانسوی سندی را امضا کرد تحت عنوان من سقط جنین کردم. با ادامه مبارزات این جنبش بود که سرانجام در سال 1974 سقط جنین در فرانسه قانونی اعلام شد. سیمون دوبوار در 14 آوریل 1986 در 78 سالگی در پاریس درگذشت و در گورستان مونپارناس در کنار سارتر به خاک سپرده شد.